و اینچنین بین ضرری فولبین و ضرری که ساحرها در جمعیت چنین هست که خانه‌ای که نیکبخت است غیر رو بدبخت میکند. زن و شوهری که مهر و محبت داشتند بین آنها را جداگی میکند و اصلا هم سحر یا برای آن سحر طلب کرده می شود که حسد بر دیگرها دارد، بدبینی و کینه و بخیلی بر دیگرها دارد، بگد که کاری فلانی را رفته است چونی من را نمی رفته است، چون خانه فلانی هم دیگر فهمی اونجا به هست چون خانه مانده نبوده است، چون میکند برای بخیلی پیش روی آن را میگیرد. یا وقتی که اگر دخترش را طلب کند و برای فرزندش ندهد و دیگر کس بدهد گویم سحر و جادو میکند. این حسد است، این بدبینی است. سحر حق است، سحر تأثیر میکند، لکن همون خیلی که گفتیم و ما هم بضارین الا باذن الله، با اذن پروردگار من سحر تأثیر میکند. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگویند که همانهایی که بر سحر مبتلا شدند، همانهایی که بیمار شدند سبب سحر کردی، امروز میبینید افسوس مراجعت میکنند بعضی از بیمارها که آنها را سحر کرده است، نزدیکانش با جن مراجعت کرده است و با جن حتی صحبت سخن هم کرده می شود و جن نیز خبر میدهد که من را فلانی یا در فلان جا من را سحر کرده است. گفته اگر همین این را مضمونش بروید دیگر بینید به خاطر غرضی از غرضهای دنیا هست. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه وسلم شخصی که گویم به این سحر گرفتار شده است برای میگویند که من یرید الله به خیرا یصب منه، این سنجش الله است، این امتحان الله است. اگر صبر کند، تحمل کند، خداوند عزوجل درجهش را بلند میکند. خداوند عزوجل به همون چیزی که به وی حسد کرد و سحر به گرفتار کرد از همون افضلش را برای این انسان عطا میکند که میگویند کسی را الله اگر دوست دارد یا کسی را به کسی الله نیکی را خواهد مصیبت را میآورد است.